بیمارستان فرشته گیلکی خوش آمدید. ایشون یکی از سگ‌های من هست که 14 سال و نیمش هست و دلیل اینکه اینجا هست به خاطر که باید به در نزدیک باشیم، چون دیگه پیپیشو نمیتونه نگه داره، پاهاش رو از دست داده. 14 سال و نیم پیش بنده ایشون رو قبل از لحظاتی که بخوان اعدامش کنن تونستم نجات بدم و از شلتر کشیدمش بیرون و اون لحظه اولی که چشم به چشم هم افتاد بهش گفتم که تا لحظه آخر، بله قربونید بشم، تا لحظه آخر با تو هستم. و الانم داره استراحت میکنه چون دیگه نمیتونه راه بره و تا اونجا که میتونیم داریم زندگی رو براش راحت میسر میکنیم. مریض دوم امروز ما زیبا خانم هست. زیبا خانم گربه‌ای هست که یادتون باشه به من پناه آورد و بچه بود خودش، بعد یه دفعه حامله شد و 6 تا بچه زایید و کمکش کردم که بچه ها رو بزرگ کنه و بعد بچه ها رو فرستادیم خانه بخت و یکی از یکی خوشگل‌تر و دیگه رفتن دنبال زندگی خودشون و گهگاهی اونایی که بردن عکسی برای من میفرستن، میگن مثلا این شکلی شده اون شکلی شده، که بسیار باعث خوشحالی من هست. ولی دوستان عزیز، این ماجرای بیمارستان ما هست. گفتم که این قسمت از زندگی من بهتون نشون بدم که زندگی ما این مدلی هم هست و تا اونجایی که تونستم به حیوانات بیزبان، فرشتگان بیزبان خداوند، تا اونجا که تونستم کمک کردم. 4 تا دیگه هم سگ دارم، جرمن شپرد، که اونا الان رفتن برای راهپیمایی برمیگردن. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید. روز بسیار خوشحال کننده ای هست. من که امروز خیلی خوشحالم و تا روزی دیگر، ویدیویی دیگر.